روزگاری پیرمرد کشاورزی با دخترش گلندام توی یکی از روستای ایران زندگی می‌کردن. نام گلندام بسیار برازنده این دختر بود، چون خیلی زیبا و دلربا بود. گلندام نه فقط به خاطر زیباییش بلکه به هوش و مهربانیش در روستا زبان زد بود و همه دوستش داشتن. زمین کشاورز پربار و برکت بود و روزگار وفق مراد او و دخترش میگذشت. چند سال بارندگی کم شد و اغلب چاهای روستا خشک شد. زمین کشاورز هم دچار خشکسالی شد و پیرمرد کشاورز هیچ محصولی نداشت و شب و روز قصه میخورد. تا اینکه یک روز تاجر ثروتمند و طماعی که برای داد و ستد به روستا اومده بود چشمش به گلندام افتاد. تو ذهن خودش یه نقشه شومی کشید. تاجر از مشکل کشاورز با خبر شد و رفت سراغش. به او پول زیادی داد و بهش گفت برای زمین خودت یه چاه عمیق‌تری حفر کن. پیرمرد اول قبول نکرد و باورش نمیشد این همه لطف و کرم از سر محبت باشه، ولی باز با خودش فکر کرد چاره جز این نداره. هنوز 1 ماه نشده بود که مرد تاجر با چند تا مرد مزدور شمشیر به دست برگشت پیش کشاورز و گفت من پولمو میخوام، همین حالا باید پول منو بدی، وگرنه باید دخترت رو به عقد من در بیاری. پیرمرد تازه فهمیده بود چه اشتباهی کرده. پاهاش سوس شد و روی زمین نشست. در این بین گلندام که شاهد همه ماجرا بود بدون اینکه دست و پاشو گم کنه پیش اومد و به تاجر گفت قبوله، ولی یه شرط دارم. یه سنگ سیاه و یه سنگ سفید رو برمیداریم و توی این کیسه میندازیم. بعد من دستم رو توی کیسه میبرم. اگر سنگ سفید رو برداشتم تو باید تمام پولی رو که به پدرم قرض دادی به او ببخشی و بری و پشت سرتو نگاه نکنی. ولی اگر سنگ سیاه رو برداشتم به عقد تو در میام و تو به مقصودت میرسی. مرد طماع که گمون نکنم تا اون روز هیچ کاری رو تو زندگیش بدون تقلب انجام داده بود قبول کرد و گفت منم یه شرط دارم، پس من خودم سنگ ها رو توی کیسه میندازم. گلندام هم که چاره‌ای جز قبول کردن نداشت. بعد از اون تاجر یواشکی 2 تا سنگ سیاه رو برداشت و توی کیسه انداخت. یعنی هر سنگی رو که گلندام برداره باید زن تاجر بشه. گلندام دستش رو توی کیسه برد و با زیرکی قبل از اینکه رنگ سنگ نمایان بشه اون رو از دستش به زمین انداخت و گفت که سنگ گم شد، کو سنگ؟ در واقع گلندام سنگ رو توی آستینش پنهان کرده بود. هرچه روی زمین گشتن سنگ رو پیدا نکردن. بعد گلندام گفت مشکلی نیست، سنگ توی کیسه، اونو ببینیم چه رنگیه. هر رنگی که او هست سنگی که من برداشتم مخالف اون بوده. اینجا بود که مرد تاجر طماع فهمید چاهی رو که برای گلندام و مرد کشاورز کنده خودش توش افتاده. با ناراحتی سنگ دومو از کیسه در آورد. بله، کاملا سیاه بود، مثل روی خود تاجر طماع. بعد از اون مرد کشاورز با خیال راحت با پولهای تاجر به حفر چاه ادامه داد و بالاخره به آب رسید و دوباره کشاورزیش رونق گرفت. اینطوریه بچه ها که بعضی وقتا دست خیر از آستین شر میاد بیرون. خب اگر این قصه رو دوست داشتی کانال ما رو ساب کن و زنگوله رو بزن که اولین کسی باشی که قصه بعدی ما رو میشنوی.